سلام به همه دوستان خوب و با صفای موشکاف. حالا دیگه وضعیت طوری شده که لگد پرونی باندی تو نظام ولایت تقریبا روزانه شده. یعنی هنوز نفس یکیشون جا نیومده اون یکی شروع میکنه. مثلا ببینید شیخ فری چجوری سر صورت علی گدا رو بادمجون کاری کرده. آرمان ما آرمان دفاعه، آرمان ما آرمان جنگ نیست. دین ما و نظام ما مردم سالاره، جنگ سالار نیست. ما دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال تجاوز نیستیم و سیاست ما سیاست تنش صدایی، سیاست همگرایی، سیاست اعتماد سازی با دنیاست. میبینید چه بوی زهری از تو حرفاش بیرون میزنه؟ میبینید چه تنش صدایی بازاری رو انداخته؟ با این حرفا میخواد به طرف حسابای غربی کد بده که آقا جون نترسید، تو داستان زهرخوری چنگ و دندون ولایت حسابی کند شده. میگه بیایید تو کار قرارداد و رفاقت و این صحبت ها. بابا جنگ که سهله، ما حتی بازدارندگیمونم نظامی نیست. وقتی هم میگیم سیاست ما بازدارندگی است، بازدارندگی تنها با صنعت دفاعی و قدرت نظامی حاصل نمیشه. ما نیاز به قدرت فرهنگی داریم، ما نیاز به قدرت سیاسی داریم و نیاز به قدرت دفاعی هم داریم و نیاز به قدرت اقتصادی داریم. اینا باید کنار هم قرار بگیره. مخاطب این حرفا که معلومه جای هیچ ابهامی هم نیست. شیخ فری فک علی گدا رو نشونه گرفته و مشت رو روونه کرده. حالا این مشت تو مسیر خودش سهم سر و صورت امام جمعه نمره موقت علی گدا و سرکرده سپاهش رو هم میده. منظورم از سرکرده سپاهش پاسدار جعفریه که این روزا بدجوری تو کار ناکوت کردن شیخ فریه. فرمانده کل سپاه تأکید کرد برخی معتقدند رفتارهای ما باید در چارچوب اراده دشمن تنظیم شود. کسانی که می‌خواهند با این سخنان مغایر با اصول انقلاب و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشایند، بدانند هرگز اجازه رشد و پیاده سازی چنین تفکری را نخواهیم داد. این گونه گویش ها که در آن تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است. بله، داره به شیخ فری میگه ببین با هرچی بازی کنی دیگه با سیبیل علی گدا که نمیتونی بازی کنی که. شورای نگهبان یعنی قیچی علی گدا، قیچی عظما رو که نمیتونی اوراق کنی که. از اون طرف همزمان با خط و نشون کشیدن علی گدا و پاسداراش برای جلوگیری از نفوذ غرب و این حرفا، خبر باز شدن سفارت انگلیس تو تهران هم به گوش میرسه و یه بمب دیگه دل واپسا رو میترکونه. تشییع لندنی و فتنه انگلیسی. دشمنان جهان اسلام به ویژه انگلیس که بناست سفارت آن فردا در تهران بازگشایی شود، با آگاهی از رویکردها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از عناصر داخلی تلاش می‌کنند تا سیاست‌های خصمانه خود را برای رخنه در پیکره نظام اسلامی پیاده نمایند. بازگشایی سفارت انگلیس با هشدارهای رهبر انقلاب برای نفوذ استکبار به ایران همزمانی و تقارن قابل تأملی دارد. البته هم دلواپسا هم خود علی گدا خوب میدونن که دعوا نه سر باز کردن سفارت انگلیسه نه باز کردن سفارت آمریکا. دعوا سر فرمون ماشین قراضه نظامه. کوسه میخواد خودش پشت فرمون بشینه، علی گدا هم که گاز و کلاج و دو دستی چسبیده. مشکل این راننده های ناشی اینه که حواسشون نیست، دارن تو بنبست میرونن.
وقتی کوچه بنبسته نه خواب و خیالای اکبر کوسه به جایی میرسه، نه ویراژ دادنهای علی گدا مسئله حل میکنه. این کارا فقط چپ شدن اساسی این ماشین به دست مردم رو جلو میندازه. قربون همگیتون، زد زیاد تا شب بعد. موشکار